اینو میدونستی که توی رنگ سفیدت اگه یه مقداری سبز جوهری بزنی رنگت به سبز پاستیلی تبدیل میشه؟ حالا توی همین رنگ پاستیلیت یه ذره سرمه‌ای بزن، رنگت میشه فیروزه‌ای. خب حالا اگه خواستی رنگ فیروزه‌ای تو به رنگ آبی نیسانی تبدیل کنی، برابر رنگت باید توش سرمه‌ای بزنی. حالا اگر با آبی نیسانی حال نکردی، با اضافه کردن یه مقداری سرمه‌ای و یه مقداری هم مشکی به رنگ پرطرفدار آبی پولداری میرسی. حالا اگه خواستی رنگ آبی پولداری تو به رنگ توسی آبی تبدیل کنی، یه مقداری داخلش سفید بریز، یه مقداری هم مشکی. رنگ سبز زیتونی هیچ ربطی به این رنگ توسی آبیمون نداره، ولی با اضافه کردن رنگ نارنجی، یه مقداری زرد و یه مقداری هم مشکی میتونی سبز زیتونی بسازی. اگه با این آموزش حال کردی، یه لایک و یه کامنت برام بذاری، انگار 1 ساعت مشت و مالم دادی. خستگی از تنم در میاد. خیلی مخلصیم. دم همتون گرم.